دور از دل خواهرک‌های حامله دارم، دور از دل بیادرک‌های مسافرم که از خانواده‌هایشان دور هستند، امروز برتان یک بریانی مزه‌دار و تند تیز اما تو با عطر و طعم هندی تیار کردیم. بریانی تند تیز شاهانه حیدرآبادی هندی. کسایی که خوش دارند تا آخر از این آموزش همراه با ما باشه. بریانی که همراه با قابلی می جنگه. بریانی از طعم و عطر و خوشبویی مساله هندیش و قابلی از هیل و زردک و شیرینی کشمشش. خب دوستا، حال بر من بگوین که شما برنج بریانی هندی حیدرآبادی خوش دارین یا برنج قابلی افغانستان خود ما را. پس حالا منتظر نمیمانیم، میریم آشپزخانه، برنج بریانی را با هم تیار میکنیم. ما مرغا را ریزه کردیم، پاک صفا شستیم و داخل یک ظرف کلان و یک دیگ انداختیم. حالا به اندازه یک کپ ماست مده اضافه میکنم و در اینجا میخوایم برتان دوستای عزیز بگویم که ما پیاز از پیش ریزه کردیم، پیاز ما سرخ کردیم، یعنی زیاد باید بریان شوه. بعد از او یک قسمتش من اینجا در اختی گوشت مرغ میندازم و یک قسمتش نگاه میکنم، پس آن در روی برنج خود میندازم در وقت دم. حالا به اندازه نیم گلاس از سبزی مثل نعنای خوشبویی و همچنان گشنیز خوشبویی ما در روی ازی میندازم، یعنی مکس نعنا و گشنیز. همچنان اندازه یک قاشق از سیر و زنجبیل ریزه شده استفاده میکنم و دوستای عزیز به مسالهش به خاطر که زیاد است در کپشن براتون نوشته میکنم که از کدام مساله استفاده کردیم، شما هم از او استفاده کنید. حالا هم برایش به اندازه یک گلاس روغن میندازم. البته روغن ما داغ کردیم که باعث میشه امی مساله خوب جذب مرغ شوه. همچنان از مرچای تند و تیز هندی استفاده کردیم. دوستای عزیز، بریانی قسمه که از نامش پیداست بریانی تند و تیز است، پس هر چقدر که میتونین مرچ اضافه کنین، مزه‌دارش میکنه. خوب حالا کل مواد با هم میکس میکنیم. خوب صحیح میکسش کنین که کل مواد به تمام قسمت گوشت مرغ برسه. خب حالا ما همگیش میکس کردم و در قسمت آخر کار ما یک چند تا از بانجانلومی چوچه استفاده کردیم در روی از میندازم. شما اگر بانجانلومی عادی هم داشتین فرق نمیکنه، ریزه کنین بندازین و ایره بانین به مدت 1 ساعت تا 2 ساعت که اخته شود. بعد از اون میارم در سر گاز را انتقال میتم و امی حرارت گاز خود در حرارت میدیم میمانم و متوجه میباشم که ای تا نگیره یا در دیگ نچسبه. میره خوب شور میتم. البته این کار تا زمان میکنم که مرغ آب میندازه. وقتی که مرغ آب بندازه یا آب بکشه دیگه ضرور نیست که دقیقه شورش بتیم. ایره میمانیم که خودش پس سر روغن شوه. البته سرپوش دیگه در سرش میمانیم به خاطر از اینکه مرغ ما باید آب بکشه و خودش پس آب خودت جذب کنه. خوب حالا سعی میکنیم که مرغ آب خود برده یا نه. خوب قسمی که میبینین آب خود برده، مرغ سر روغن آمده، بسیار یک رنگ مقبول هم کشیده. خوب به آرامی شورش بیتیم. دوستای عزیز، نگم است عطر از این بریانی که تمام فضای آشپزخانه را گرفته، واقعا جایتان خالی. اما شما اینمتو تیار کنین، بسیار مزه‌دار میشه، بسیار خوش طعم است. واقعا من میفهمم که خوشتان میاد، لذت میبرین. خوب قسمی که شما میبینین دوستای عزیز، این مرغ تمامش سر روغن آمده، خوب رنگ هم کشیده، خوب بوی عطرش هم من میبینم که کل جای گرفته تمام فضای خانه را. حال ای آماده است که ما ایره به خیر در برنج بندازیم. ما اینجا برتان نشان میتم آب برنج ماندیم، آب برنج جوش کرده. عالمو مساله‌ای که ضرورت است همگیشه که مساله برنج بریانی هستم ما در اینجا میندازم. البته این مساله برنج بریانی در فروشگاه هندی یا پاکستانی ها فروخته میشه
در پاکتکا آماده تیار است. هیچ ضرور نیست که شما فکر کنین که کدام مساله بود که دی انداختین. همین که شما برشان بگین مساله برنج بریانی برتان نشان میتن، بگیرین استفاده کنین. هم آمده اینجا از همون سبزی معطر مثل گشنیز نعنا که ریزه کرده بودم استفاده کردم. همچنان یک 3-4 تا از مرچ تند سبز هم استفاده کردم، در روی برنج انداختم و همچنان لیمو انداختم. لیمو را برش کردیم. شما میتونین که برش کنین، میتونین اما تو نیم کنین بندازین یا از آب لیمو استفاده کنین. خوب حالا سرپوش برنج ما در سرش ماندم. سیل کنین. اینجا ای جوش شده و ما در اینجا برنج شور میتونم، به خاطر از اینکه برنج ما در دیگ نچسبه. البته دوستای عزیز یک گپ براتون بگویم که ما در برنج خود نمک هم از پیش میندازم، به خاطر از اینکه او برنج ما زود که جوش کنه ما نمک انداختیم. شما عزیزانم فکرتان باشه که نمک یادتان نره. حالا من برنج شور میتونم، به خاطر از اینکه دانه برنج ببینم. اگر که برنج ما ماده باشه باز میره بکشم. من برنج زیاد نرم نمی کنم، فقط 70% نرم می کنم، به خاطر که قرمه مرغ ما در بینش میندازم. از این خاطر برنج زیاد نرم نمی کنم. شما فکرتان باشه که برنجتان نرم نشه. حالا من دلای برنج همین قرمه را اضافه می کنم. البته کسی که خوش داره در همین جا هم میتونه از مساله برنج بریانی استفاده کنه، در روش بپاشه. اما ما مساله استفاده کردیم دیگه بس است، نمک قدر کفایت میکنه، در اینجا نمیندازم. اگه شما دوستا خوش داشتین شما میتونین که در اینجا هم از مساله بریانی استفاده کنین و در روی گوشت مرغ پاش بتین یا در روی برنجتان میتونین پاش بتین. حالا من باقی برنج در سر مرغ همگیش میندازم. ما براتون گفتم دوستای عزیز فکرتان باشه که برنج از پیشتان نرم نشه، به خاطر از اینکه بریانیتان حالت شولگه که به خود نگیره. حالا هم امو روغنی که در ظرف ما مانده تمام روغن ما اینجا میندازم، قرمه‌ایش هم میندازم که همگیش ما استفاده کنیم. خب دوستای نازنین، حالا تمام امو قرمه و روغن انداختم، به خاطر از اینکه باید برنج ما تو روغنی هم بیایه همچنان و شولگه کم از پیش ما نبیایه. روغنش که زیاد باشه برنجتان به هم دیگه هم نمیچسبه. حالا من در روی ازی امو باقی پیاز سرخ شده را که براتون گفتم او را میندازم. البته من از پیش خودم سرخ کرده بودم، پیاز بریان است. حالا او را در رویش پاش میتونم. به تعقیب ازی امی سبزیجاتی که براتون گفتم سبزیجات معطر است، مثل گشنیز، مثل نعنا، ای را هم ریزه کردیم در روی ازی پاش میتونم. البته این باعث میشه که بسیار برنجتان خوش‌طعم و خوش عطر شود. لیمو را هم دریش میچینم. البته دوستای عزیز این لیمو تلخ نمیکنه، از وان نیست که مزهش تلخ شوه، اما از لیمو سبز استفاده نکنین که برنجتان تلخ میکنه. ما در روی ازی از رنگ زعفران هم استفاده میکنم میندازم. اگه شما خوش داشته باشین از رنگ‌های غذا که رنگ سبز یا نارنجی یا زرد است استفاده کنین. خوب هم قدر کفایت میکنم. از سر دیگه بسته میکنم و ایره در گاز لو یا بسیار شعله ملایم بسیار کم میمانم به مدت 30 دقیقه. خوب نازنینا، حالا نوبت سلاته رسید و ما براتون میخوایم که یک سلاته که خودم خوش دارم امروی بریانی نوش جان کنم او را تیار میکنم. پیاز از پیش ریزه کردیم، امروی بادرنگ، حالا هم در سرش از جواری که امروی مسکه سرخش کردیم یک کمک او را میندازم. به تعقیبش بادرنگ شور و همچنان زیتون ریزه شده همراه با گشنیز و نعنای ریزه شده، بادنجان رومی ریزه شده. ببینین که چقدر این سلاته مزه‌دار است. حالا هم اندازه نیم گلاس ماست اضافه کردم. خوب میکسش میکنم. حالا البته نمک کوشش کنین بسیار کم بندازین، به خاطر که زیتون و امی بادرنگ شور خودش نمک داره. خب در آخر ما میخوایم که یک نیم دانه لیمو را هم اینجا فشار بتون، به خاطر که لیمو بسیار مزه‌دارش میکنه. فراموش ما نشه شما هم یک لیمو استفاده کنین، مزهش فوق العاده میشه.
بعد از اون میریم برنج میبینیم که چی رقم شده و در روی دیس میکشیم. خب دوستای عزیز، در نهایت در نتیجه چی یک برنج بریانی، چی یک بریانی هندی حیدرآبادی جور شده. عزیزای من، امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه، لذت ببرین همراه با خانواده‌های عزیزتان. شما هم آماده کنین و بر ما بگوین که طرفدار برنج بریانی هستین یا طرفدار قابلی پلو افغانستان عزیز خود ما. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. دوستای نازنین، در آخر ازتان خواهش میکنم چینل من سابسکرایب کنین، فالو کنین، شیر کنین همراه با دوستای عزیزتان. یک لقمه از طرف شما عزیزان میگیرم، نوش جان میکنم. شما را هم به خداوند یکتا میسپارم. شب روزتان بخیر و همچنان سابسکرایب، لایک، شیر فراموش نشه. خداوند نگهدار همگی شما عزیزان.